با سلام خدمت بینندگان، در خدمت دو تن از اعضای خبره مجلس خبرگان نظام هستیم که در این شرایط حساس کشور از بیاناتشون استفاده کنیم. در آغاز از حجت الاسلام تظاهرات اومدن دوباره تظاهرات شروع شد. کات حاج آقا از چی میترسی؟ اینجا استودیومه، خط و خبری نیست. تظاهرات چی؟ از چی میترسی؟ پس اگر اومدن اشد مجازات یادتون حتما اگر خبریه BMW من بیرونه. نه حاج آقا خبری نیست. 2000 نیروی انتظامی دور ساختمونن. اول باید از روی جسد اونا رد شن تا به شما دوتا جنازه برسن. خیالتون راحت باشه حاجی، شما راحت بشین. بس پسرم بشین. 2000 نفر بیرونن، تازه BMW منم بیرونه. میدونم حاج آقا، میدونم. خب حاج آقا شما همین شروع کنید. بله، با یاد امام جائل حاج آقا امام راحل. مگه من چی گفتم؟ دم حاج آقا شما گفتید با یاد امام هیچی، ادامه بدید. با یاد امام راهر هر که چشم و چلاق نظام بودن. حاج آقا با یاد امام راحل که چشم و چراغ نظام بودن. نمیخواد حرفی رو که من میزنم تکرار کنی. نی بله معذرت میخوام، شما ادامه بدید. اگر تو بذاری من ظرافت کلاممو ادامه بدم. بله شما بفرمایید. و با درود به مقام عذرای رفتنی. حاج آقا مقام عظمای رهبری، این برنامه پخش زنده است. شما چرا اشتباه تلفظ میکنید؟ یعنی من اشتباه کردم؟ دم نه من اشتباه کردم. دم پس غلط میکنی، رو حرف دیگران حرف میزنی. بله اصلا شما درست میفرمایید. حاج آقا اگه اجازه بفرمایید رشته کلامو بدیم به حجت الاسلام خبرنما. سلام پسرم نبضشو بگیر ببین، زنده است. نبضشو باشه حاج آقا. دوباره ما تظاهرات شد. بابا جون من که گفتم 2000 نفر کمه. حاج آقا تظاهرات چی؟ از چی میترسی؟ خبری نیست، راحت. BMW منم بیرونه. میدونم حاج آقا من نمیترسم، فقط میخواستم به حاج آقا خبرنما بگم نوبت شماست. حاج آقا شما بفرمایید. آخش تموم شد، ما بریم. حاج آقا چی رو تموم شد؟ هنوز شما شروع نکردی. بابا چرا آروم لب میزنی؟ بلند صحبت کن، من نمیشنوم. حاج آقا میگم شما هنوز شروع نکردی. شالاق مگه من کرم؟ نه من کرم، شما هنوز شروع نکردی. پس ما تو هنوز شروع نکردی. اشکال نداره، با این قیافه یا منگولت هیچ فرقی نمیکنه. نه اصلا ولش کن، صحبت با آقای تظاهر. حاج آقا این وریان از چی میترسی حاجی؟ 2000 نیروی انتظامی دور ساختمونه. BMW حاج آقا هم هست، از چی میترسی؟ BMW منم بیرونه. بله ادامه میدیم. حاج آقا نظر شما راجع به تحولات اخیر و بیانات مقام عظما چیه؟ بله، تحولات اخیر روی مقام عظما کار بسیار زشتی بود. من درخواست اشد مجازات
برای مقام عظما دارم. حاج آقا اشد مجازات هدف برنامه مونه، ولی نه برای مقام عظماست، برای حفظ جان مقام عظماست. یعنی من اشتباه کردم نه من اشتباه کردم، خدای کارگردان. خمره دیگه توی مدرسه خبرگان نبود، ببخشید، خبره دیگه توی خبرگان نبود، اینا رو آوردی. ای وای چرا من اینجوری شدم، ای وای. اصلا برنامه‌مون همینجا به پایان میرسونیم. بینندگان همونطور که مشاهده کردید کلیت علما روی حفظ نظام و اشد مجازات متفق القول هستند، هم آقای خبرنما و هم حجت الاسلام تظاهری. دوباره اومدن میگیرنمون، تاثیر من نبود، خبری نیست. حاج آقا بیمده بیرونه. بیمه من بیرون نه ولی من رانندگی بلد نیستم. حاج آقا بشین توش، من حالش میدم، بشین توش بدم. مثل مقام عظما وضع نظام خرابه روی آتیش فتنه جیگرمون کبابه عظما با جسم ناقص بمب اتم نداره کره خر ولایت پالون و دم نداره حالی واسش نمونده، برجامشم سرابه، داد میزنه امام جون کل نظام رو آبه.